سلام، یک گل خوشگل میخوام براتون درست کنم، بهتون یاد بدم تا توی غرفه هاتون، واسه هدیه هاتون، روز قدیر، اعیاد دیگه همه جا بتونید ازش استفاده کنید. این گل درست کردن فوق العاده. این گل کجا میتونید ازش استفاده کنید؟ مثلا اون جاهایی که شما افراد زیادی دارید و زمان کمی دارید. مثلا توی راهپیمایی هستید، توی عید قدیر هستید، داخل غرفه ها هستید، جایی هستید که مثلا مخاطب شما زیاده، هی میان زود میان و اینکه شما باید سریع بهشون یه هدیه بهشون بدید و تموم بشه بره. به خاطر اینکه این سریع درست میشه و زود میتونید عکس‌العمل سریع داشته باشید و اینو درست کنید، به خاطر همون اولین شکلی که میخواستم خدمت شما یاد بدم همین گل هستش که بیایید تا بهتون بگم چجوری درست میشه. یه دونه دایره ما درست میکنیم، خب به این شکل. اصلا هم نترسید وای مثلا میترکه، وای فلان میشه اینها. حالا بهتون میگم چه جنسی باشه که زود خراب نشه و بالاخره یه جوری نباشه که زود بترکه. بعضی از جنساش هستن خوب نیستن، این سری میترکن. یه دایره درست میکنیم، بعد به این شکلی که نگاه میکنید یه قسمت اینطوری بود. قسمت بعدی نگاه 3 مرحله کلا داره. یه دونه اینطوری درست می‌کنید، دوباره مثل همین یکی دیگه، دوباره مثل همین یکی دیگه. باید اندازش رو خودمون می‌دونیم که چه اندازه‌ای باشه. حالا اینطوری میشه. این چه شکلیه؟ باید درستش کنیم، گلش کنیم. اینو میاریم وسط گلبرگ ها. حالا این قسمت چمیه خورده، می‌خوایم گلمون بزرگتر بشه، اینو درستش می‌کنیم.